21 ماه سال 2023 گروه دوم شهروندان جمهوری تاجیکستان عبارت از 104 عضو 29 عائله با شمول زنان، نورسان و طفلان خردسال توسط پرواز مخصوص با هواپیمای شرکت سوریگی شام وینگز از جمهوری عربی سوریه به وطن برگردانده شدند. همراه با 104 شهروند تاجیکستان در این هواپیما 5 شهروند قزاقستان نیز از سوریه آورده شدند. آنها را در دوشنبه برای انتقال به وطنشان به مقامات دخلدار قزاقستان می سپارند. نفران از سوریه آورده شده را از فرودگاه به مکانهای مخصوص بردند. مقامات گفتند که آنها یک مدت باید دوره ریابیلیتاسیا را سپری کنند. ماه یولی سال 2022 حکومت تاجیکستان الکی 146 شهروند خود را از لاگرهای سوریه به وطن آورده بود. در هر دو مورد برای از سوریه پس آوردن شهروندان تاجیکستان سفیر تاجیکستان در کویت زبیدالله زبیدزاده نقش اساسی را بازی کرده بود. در فرودگاه دوشنبه افراد از سوریه برگشته را یک گروه نمایندگان بلندپایه حکومت از جمله معاون سروزیر مطلوب خان ستاریان، یاردمچی پرزیدنت اوید به مسئله های رشد اجتماعی و رابطه با جامعه امامعلی نصرالدین زاده، وزیر معارف و علم، وکالتدار اوید به حقوق انسان و دیگر شخصان رسمی پیشواز گرفتند. روند برگردانی تاجیکستانیان که در لاگرهای گریزگان عراق و سوریه قرار دارند اینک 3 سال باز ادامه دارد. این روند با مشکلی ولی به هر صورت پیش رفته ایستاده است. به حساب مقامات تاجیکستان در لاگرها و محبس‌های سوریه و عراق حدود 500 تن از زنان و کودکان تاجیک باقی ماندند. آنها اعضای خانواده‌های تاجیکانند که در وقتش به دام فریب مبلغان سازمان‌های جنگجوی مذهبی اساساً به دام داعش افتاده برخی خانه‌خیز به منطقه‌های جنگ‌زده خاورمیانه رفتند. به حساب مقامات تاجیکستان در میانه‌های دهه دوم عصر 21 در سالهای اوج تبلیغات امیسرهای سازمان‌های تندرو فعال در خاورمیانه بیش از 2000 نفر از شهروندان تاجیکستان از جمله 10 نفر آنها خانه‌خیز یعنی همراه با زن و فرزندان و حتی پدر و مادران پیرشان به سوریه و عراق رفته به صف این گروه‌های جنگجو اساساً به صف داعش پیوستند. در جریان سرکوب نیروهای داعش و از دست آنها پس گرفتن قسمت اعظم قلمرو به نام خلافت اسلامی که جنگجویان در سوریه و عراق تأسیس داده بودند، به حساب مقامات تاجیکستان بیش از 500 نفر از جنگجویان تاجیک کشته شده. قسمت دیگر آنها از خاورمیانه رو به گریز آوردند. به مقامات دیپلماتی تاجیکستان اساساً به سفیر تاجیکستان در کویت زبیدالله زبیدزاده میسر شد که سال 2017 89 کودک تاجیک را از عراق و ماه ایول سال 2022 باز 146 زن و کودک تاجیک را از سوریه به وطن برگردانند. ولی در عموم به وطن برگردانیدن بخصوص همسران جنگجویان تاجیک به مشکلی صورت میگیرد، چون که در عراق 10 نفر آنها با جرم مساعدت به فعالیت‌های تروریستی محکوم به سالهای طولانی زندان و چند زن تاجیک و ازبک تا محکوم به زندان عمر برد شدند. ماه اپریل سال جاری یک گروه زنان تاجیک در زندان زنانه روسافه در شهر بغداد پایتخت عراق به نشان اعتراض به اتهامات ساخته و مجازات ناعادلانه و با طلب آزادی بلافاصله اعلان گرسنه‌نشینی کرده بودند.